سلام عزیزای من، روزتون بخیر. خب انرژی خانی داریم. من توی ذهن خانی قبلی ازتون خواستم که کامنت بذارین و اول اسم خودتون و اول اسم پارتنرتون رو بگین. الوعده وفا. این انرژی خانی برای کسایی که کامنت گذاشتن و اسم پارتنرشون رو نوشتن، اسم خودشون رو اسم پارتنرشون رو نوشتن یا حروف اول اسمش رو نوشتن. این انرژی خانی برای اوناست. کسایی که اول اسمشون سین، الف، عین و لام داره، این انرژی خانی برای اونهاست. و حرف ز، چون زهرا جون هم پیام دادن. پس این انرژی خانی برای کسایی که اول اسمشون ز، الف، عین، لام و سین داره. حالا من کنار چیز می نویسم، کنار صفحه می نویسم که بیشتر تو ذهنتون بمونن. خب پس اگه اول اسم خودتون و یا اول اسم پارتنرتون این حروف رو داره، سعی کنین سطح انرژیتون رو روی موج مثبت قرار بدین. به اتفاقات بد اصلا فکر نکنین. اگه انتقام، کینه، هر چیزی که در بعد پایین قرار داره، سعی کنین بهش فکر نکنید و انرژی خودتون تو سطح بالایی قرار بدین که برین برای خب میخوایم یه فال احساسی بگیریم. عزیزای دلم، من کانال تلگرام هم دارم. اگر که براتون مشکل با فیلتر شکن وصل بشین، کانال تلگرام هم دارم. تو کانال تلگرام هم آدرسش رو براتون میذارم، جوین بشین. اگه دوست دارین فال های منو دوست دارین براتون نیت کنین و براتون تک نیت انجام بدم، حتما به هم بگید. با جون و دلم براتون انجام میدم. من خیلی از انرژی خانیایی که انجام میدم رایگانه، یعنی مثلا اعلام میکنم توی کانالم، میگم امروز مثلا برای متولدین فروردین رایگانه. بعد متولدین فروردین تو دایرکت به هم، توی پیوی به هم پیام میدن. خیالتون راحت باشه که نوبت شما هم ممکنه برسه. خب میگیم فال احساسی میگیریم برای کسایی که خب ببین عزیز دلم، من این رو تعبیر کنم برای خانم ها. برای خانم ها بخوام اینو تعبیر بکنم، شاید بهتون بگم هر 1000 سال یک بار یه چنین ترکیبی میاد. خیلی ترکیب خیلی جالب و عجیبیه. برای خانم ها تعبیر کنم اول. ببین از زمان دارم میبینم که راهگشایی دارم برات میبینم، حل مشکل نمیدونم توی دوربین میافته یا نه. من دارم راهگشایی برات میبینم، کلید حل مشکل دارم برات میبینم. ولی هشدارهاش برای خانم ها توی این کارت زیاده. اینطور بهت بگم عزیزم، خانومی که این انرژی خانی رو داری گوش میکنی، داره به من میگه توی مسئله احساسی یه رقیب عشقی داری. من یه رقیب عشقی میبینم که خیلی سفت و سخته و انرژیش تقریبا با تو، ببین 2 تا زن مده، با تو برابری داره میکنه. و هشداری که داره به من میده، میگه که عزیز دلم روی انرژی زنانت کار کن. من این انرژی خانی هایی که میذارم شاید برای بار 100م که من دارم اینو میگم. نمیدونم چرا دخترها و خانمای ما اینطوری شدن که انقدر توی این فال هایی که من میگیرم انقدر راجع به این موضوع تاکیدش میاد که روی انرژی زنانت یک مقداری کار بکن. اگه متأهلی یک مقدار خودتو وابسته نشون بده. اگه مجردی یک مقداری از اون حالتهای پسرونت خارج شو، کنار بیا. چون که یه رقیب عشقی میبینم، حواست باشه، خیلی حواستو جمع بکن. خب میریم برای آقایونی که اسمشون با این حروف شروع شده. برای آقایون هم همینطور راه حل دارم میبینم که به راه حل میرسه، مشکلشون حل میشه و وعده 3 روز 3 هفته 3 ماه افتاده.
خیالت راحت باشه که دیگه نهایتاً تا 90 روز دیگه مسئله عشقی احساسی تو حل میشه. نگرانم نباش، عدد 90 خیلی عدد بزرگی نیست، چشم به هم زدنی میگذری، یعنی یا ممکنه حتی یک فصل باشه. فصل عوض شدن، خب چند وقت دیگه ما شب یلدا رو داریم، فصل عوض میشه، ممکنه حتی این عدد فصل زمستون باشه که مسئله تو حل خواهد شد انشاءالله. اگر قهر داری به آشتی منجر میشه، شب یلدا در کنار عشقت خواهی بود. اگه مسئله خواستگاری داری، نمیدونی جواب مثبت میگیری یا جواب منفی میگیری، شب یلدا کنار عزیزت خواهی بود. خب بریم به همون بازم سراغ آقایون، ادامه‌شو دارم بهت بگم. عزیزم باید تعادل ایجاد بکنی. اول اینکه ببین من 2 زن دارم توی زندگی تو میبینم. خب گلم، خیانت نیست. خیالت، خانومی که داره بر عزیزش نگاه میکنه، خیالت راحت باشه، خیانت نیست، ولی یک زنیه که مساوی با توه. ببین همون جوری که برای خانم من گرفتم رقیب عشقیه، ولی برای آقایون دارم میگیرم رقیب عشقی نیست. خانوما یه موقع استرس به خودتون راه ندین، اصلا جنگ و جدل یه موقع راه نندازیم با خونه. خیانت نیست، ولی من دارم چیزی رو میبینم که اون آقایی که داره این فالو گوش میکنه، شما یا یه دوست اجتماعی داری، یا مادرتونه یا خواهرتونه یا دختر خالش یا خالش یا هر کیه و پارتنرتونه. این تعادله رو سعی کنید که ایجاد بکنید و پارتنرتون رو اولویت زندگیتون قرار بدین، چون که اگه بخواد به همین منوال پیش بره، 2 ملکه توی یک سرزمین جایی ندارن، همیشه یک شاه و یه ملکه. ببین شما دارین این خبط و خطا رو دارین انجام میدین و باید به حالت تعادل برسونین روابطتون رو با اطرافیانتون و بدونین که اولویتتون حتما پارتنرتونه و ممکنه اگر به همین روش پیش برین خدای نکرده به اتفاقات خیلی بدی منجر بشه. این بود انرژی خوانی. وعده زمانی هم که گفتم به آقایون، یا تا شب یلدا یا 3 هفته 3 روز و یا فصل عوض بشه. شما به مسئله عاطفیتون حل میشه، به مسئله عاطفیتون خواهید رسید. چقدر اطراف صدای، عذرخواهی میکنم اگر این صداها با صدای من قاطی شده، یه مقداری صحبت منو اگه خوب نمیشنوید. به هر حال این انرژی خوانی رو اگر شنیدین، حتما اول حرف اسمتون رو، حالا اگه کامل نمیخواین اسم خودتون و اسم پارتنرتون رو بنویسین یا اسم کراشتون رو بنویسین، اول حرف اسم خودتون و اول حرف اسم پارتنرتون حتما بر من کامنت کنین تا انرژی خوانی بعدی برای شما باشه. روزگار خوش، خدا نگهدار.